چراغتو خاموش میکنی، میخوایم بخوابیم. داداش این خاموش نمیشه، خدا شاهده از وقتی به دنیا آمدم خودم هم هر شب داستان دارم. خب یکی بیار. آخه ارزش نداره، کلا چند روز دیگه میمیرم. خب سیمی چیزی نداره؟ نه سیمی زیکار تو کونمه، دسترسی ندارم. خب فیوزی چیزی نداره؟ والا یه چیزی اون پایین هست ولی بعید میدونم فیوز باشه. خب این الان چجوری روشنه؟ والا نمیدونم ولی احساس میکنم انمو به انرژی الکتریکی تبدیل میکنه و اینا غیر از این واقعا منطقی نیست. پیچی نیست؟ نه پرسیه، با ضمانت مادام العمر کاچه شرکت کرم الکتریک دیگه. البته یه برنامه خاموشی دادن ولی 2 تا 4 ظهره. ولش کن، حالا کی میمیری؟ والا ان شاءالله تا 2-3 روز دیگه حتما تمومه. ببخشید دیگه. باشه داشتی میمردی اون چراغم پشت سرت خاموش کن. حتما چشم. عجب وضعیتی. داداشونو خفه میکنی سرمون رفت. داداش چراغت خاموش نمیشه، گیر دادی به ما. آخه نان استاپ داره میزنه. چیکار کنم؟ بیا ببین دکمه چیزی پیدا میکنی بزن. آره یه کاریش بکن. خدا شاهده دریغ نمیکنم، خودم که هم گوشم جر خورده هم کونم. ای ریدم تو بختم.